بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه خودتان می باشید از نعمت صحت و عافیت و تندرستی برخوردار بوده باشید. خوشحالیم که با برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه باز مهمان کانون گرم شما عزیزان هستیم. با اجازه شما بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح، کارشناس برنامه. جناب استاد سلام علیکم، به برنامه خودتان خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. امید است که الله سبحانه و تعالی همه من و شما را در پناه خودش داشته باشد. در خدمت شما هستم، بفرمایید. سلامت باشین استاد گرامی. خب بیننده های عزیز، با بحث دیگر و موضوع دیگر در خدمت شما هستیم تا با هم غبار را از اندیشه های غبارآلود بزداییم و اندیشه من را بر وفق کتاب و سنت بازسازی و تصفیه نماییم. موضوع این هفته برنامه بازسازی اندیشه شناخت وهابیت است. و اما چرا این موضوع را برگزیدیم؟ اهمیت این موضوع چیست؟ و این موضوع چه ربط به برنامه بازسازی اندیشه دارد؟ امروز شاهد هستیم که دشمنان اسلام، دین ستیزان و عده دین فروشان از این اصطلاح و از این عبارت به نفع اغراض و به نفع هدفهای خودشان سخت دارند با استفاده از رسانه ها استفاده می کنند و هر کی را که دلشان می خواهد با برچسب زدن اصطلاح وهابیت از صحنه عمل و از صحنه، چه صحنه سیاسی باشه، چه صحنه اجتماعی باشه و چه صحنه اصلاحی باشه، کنار میزنن، میگوین فلان وهابی است. و اما وهابیت چیست؟ آیا یک حرکت سیاسی است یا مذهب فقهی است و یا مذهب عقدی است؟ برخی ها میگویند وهابیت یک مذهب فقهی است و برخی دیگر این کار میکنن، میگن اصلا چیزی به نام وهابیت وجود ندارد. در این برنامه میخواهیم پرده برداریم از این ابهامات و ایهاماتی که از طرف رسانه ها و از طرف برخ دین ستیزان و دین فروشان مطرح می شود. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، وهابیت چیست و این واژه یا این اصطلاح برای اولین بار، برای نخستین بار چه وقت و بر چه کس اطلاق شد؟
جناب استاد، چنانچه شما هم صحبت کردین پیرامون اهمیت موضوع، حقیقتاً جای داره که امت اسلامی به این مورد توجه داشته باشند، چون حقیقتاً امروز خیلی از اختلافاتی که در میان مسلمان ها به وجود آمده و خیلی از عنادها و سرکشی ها و تکبرهایی که برای بعضی از مردم دست داده که از حق اعراض میکنن و رویگردانی میکنن، به خاطر همین موضوع هست. یعنی یکی از این مسائل میتونه باشه، نه که ما بگین یعنی حقیقتاً کل اختلافات به خاطر همین است، ولی آنچه که ما در جامعه خود مشاهده میکنیم، بعضی ها هستند که چنان این واژه را چنان در میان مردم منتشر کردن و بر هر کس ناکس و بر هر فردی که دلشان خواسته باشه این لقب را میدن و بر چسب میزنن تا ای که مردم را از اون دور کنن و مردم هم حرفش را قبول نکنن. و بر ملت مسلمان لازمه که این مسائل را بدانند و این مسائل را بفهمند. اما نسبت به سؤال شما که وهابیت چیست، وهابیت هر کس آن تعریف جدایی دارد، هر کس یک تعریف خاصی می کند. یک فرد میگوید کسی که موسیقی را حرام بگه این وهابیه. یک فرد اگر بگه نوروز گرفتن جشن نوروز حرامه، میگه این وهابیه. اگر فردی از صحابه پیامبر دفاع کنه میگه این وهابیه. اگر از ازواج مطهرات رضی الله عنهن دفاع بکنه میگن که این وهابیه. حتی اگر از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع بکنه میگن این وهابیه. اگر قرآن و سنت را به عنوان مرجع اصلی قبول بکنه میگن این وهابیه. اگر به ائمه احترام داشته باشه، به ائمه اهل سنت، امامان چهارگانه یا دیگر ائمه بزرگواری که به دین زحمت کشیدن، میگن این وهابیه. اگر عقیده خود را از کتاب و سنت بگیره میگن این وهابیه. خلاصه این که هر کس از خود یک تعریف خاصی دارد. هر گروه و هر فرقه بنابر میل و بنابر اساس فکر و اندیشه خود وهابیت را تعریف میکنه. به همین جهت یک تعریف خاصی بنده در این چند سالی که در این دنیا زندگی کردم، در این چند سال نتونستم که تعریف خاصی در این وهابیت پیدا بکنم، آنچه که مردم تعریف میکنند. اما آنچه که کتب تاریخی ثابت میکند، آنچه که کتب تاریخ حقیقتا این موضوع را ثابت کرده، در آفریقا در قرن دوم هجری که فردی میزیست به نام عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم، این فرد فرقه را تشکیل داد و این از فرقه اباضی بود، از خوارج هست، فرقه خارجی بودن، از خوارج بودن، یکی از شاخه های خوارج اباضی فکر کنم. بله. با عقاید و دیدگاه های مختلفی که دارند، مثلا از جمله افکار و اندیشه های آنها اینه که مخالفین عقیدتی خود را اگرچه کلمه هم بگویند، اگرچه مسلمان هم باشند، چون مخالف عقیدتی اونها هستند و مخالف فکر و اندیشه اونها هستند، تکفیر میکنند. به صحابه پیامبر رضی الله عنهم دشنام میدهند و توهین میکنند و به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم احترامی ندارند. و همان عقایدی که خوارج دارند اینها هم حقیقتا اکثر اون عقاید را دارند و به همین اساس میگن فرعی از فروع خوارج هست، فرعی از فروع خوارجه. این فرد در آفریقا به وجود آمد در مغرب در قرن دوم، یعنی در اواسط قرن دوم، و این فرد در اواخر قرن دوم از دنیا رفت، فوت کرد. و بعضی میگن که در اوائل قرن سوم بوده که از دنیا رفته، سالهای 206 205 به همین سالها فوت کرده. 190 و 197. بله، این قولیه و این هم قولیه. بعضی ها گفتن 197 و بعضی ها گفتن 205 یا 206. به هر حال یا در اواخر قرن دوم یا در اوائل قرن سوم، خلاصه این که این فرد از دنیا رفت و در همانجا این فکره هم دفن شد. با دفن شدن عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم فکره وهابیت دفن شد و علمایی که در همانجا بودن، مثلا شما اگر در کتب فتاوا، در کتب تاریخ، غیر از تاریخ مغرب و غیر از کتبی که در داخل مغرب هست و در زمان اونها علما نوشته اند، شما مراجعه بکنین، اسمی از این نفر حقیقتا نمیبینیم که در مورد این فرقه و در مورد این فکره صحبت کرده باشه. اما کتبی که به تاریخ آفریقا و به تاریخ مغرب توجه کرده باشه، از این فرد نام گرفته و از نام این فرد در اون کتب موجوده. یا کتب فتاوایی که
به هر حال اهل مغرب دارند در کتب آنها موجود هست. در کتب آنها از این فرد حرف زده شده و علمایی که در قرن پنجم و قرن چهارم میزیستند از اونها سوالاتی در مورد این فرقه شده و این فرقه در همانجا مانده و از داخل آفریقا خارج نشده. این فرقه در همانجا ماند و در همانجا دفن شد و به همین واسطه هست که ما نمیبینیم که در کتب دیگر از آنها ذکر شده باشه یا یاد شده باشه. اما در کتب تاریخ مغرب، در کتب تاریخی که در اونها اهتمام آنها به تاریخ آفریقا هست، بحثی از اونها هست، بحثی از این شخص عبدالوهاب هست و همچنین در کتب فتاوایی که گفتیم که فتوای تکفیر این را اکثر علمای مغرب در همان زمان حقیقتا بیان کرده بودند و این موضوع را مطرح کرده بودند و این فرد و این فکره و این فرقه را تکفیر کرده بودند، فرقه وهابیت. این برمیگرده گفتیم که به اواخر قرن دوم یا اوائل قرن سوم که فردی تحت این نام بوده و این فکره به وجود آمد و این فکره از داخل آفریقا خارج نشد و در همانجا ماند و علتش هم همینه که ما در کتب دیگر غیر از کتبی که در آفریقا هست یا کتب اهل مغرب نامی از این فرد، حقیقتا نامی که از فرقه این به طور بسیار وسیع صحبت بکنه نمیبینیم. خوب شد جناب استاد اینجا یک ابهام رفع شد و از ذهنها زدوده شد و او عبارت از است که جنبش یا حرکت به نام وهابیت یا وهابیت چنان که شما اشاره کردین در اواسط یعنی عموما در قرن دوم هجری در شمال آفریقا و در کشور که امروز به نام المغرب یا مراکش یاد میشه در اینجا ظهور میکنه و این یکی از شاخه های خوارج بودن. پس اینجا وقتی که برخی ها وهابیون را به خوارج ربط میتن، هدف همون خوارجی است که همون عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستمی است که مؤسس حرکت وهابیت یا وهابیت در قرن دوم هجری در شمال آفریقا یا در کشور المغرب بوده. خب اینجا این اشکال رفع شد. خب اما نمیدونم که چرا این جنبش امروز از او جنبش هیچ خبری نیست. امروز شخصی که به نام مصلحی که به نام محمد ابن عبدالوهاب تمیمی نجدی یاد میشه، جنبش وهابیت را به این شخص نسبت میتن، در حالی که فکر کنم فرق یا تفاوت زمانی میان این دو فرد خیلی ها زیاد است که هیچ اصلا به عقل در نمیآید. یعنی وقتی اگر بگیم کسی 10 سال 20 سال نیم قرن میانشان تفاوت بوده باشه، یک امر شاید طبیعی باشه، یک جایی برای منطق داشته باشه. اما وقتی بیایم حرکت یا جنبش اصلاحی محمد ابن عبدالوهاب نسبت بدیم به جنبش وهابیت یا وهابیت عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم که در قرن دوم میزیسته، خیلی ها فکر کنم که دور از منطق و دور از عقلانیت و دور از خرد باشه. خب چه ربطی بین این دو جنبش داره که امروز جنبش محمد یا حرکت اصلاحی محمد ابن عبدالوهاب به اون نسبت میتن؟ حقیقتا جناب استاد اگر من میخوام باز یک سوال دیگه مقابل سوال شما بپرسم. بفرمایید. اصلا مثلا دین روافض چی ربطی به اهل بیت داره؟ واقعا اگر آدم فکر اصلا این دوتا کلا با هم متضاد، کلا ربطی به هم دیگر نداره. اینها دشمن اهل بیتن، اینها امروز خودشان رو به اهل بیت نسبت میدن و دقیقا این فکره هم یک چیز بی ربطیه که ربط بدن اون را به قرن دوم یا ربط بدن به عبدالوهاب ابن عبدالرحمن. محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله متوفای سال 1115 است. یعنی 1115 یعنی قرن 12 بیشتر از یعنی در قرن 12 متولد شده، در اوایل قرن سوم 13 از دنیا رفته. یعنی تقریبا میشه گفت که 10 قرن یا 11 قرن در میان اینها تفاوته. این تنها در مورد شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله نیست، بلکه حتی بعضی ها که باز خیلی خودشان را فهمیده میگیرند این فکره وهابیت را نسبت میدن به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، یکی از مجددین قرن هفتم،
یکی از مجددین قرن هفتم که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله متولد سال 661 هست، 661 هجری، یعنی در قرن هفتم بوده و در سال 728 از دنیا رفته. یعنی در اوائل قرن هشتم امام ابن تیمیه رحمه الله از دنیا رفته. حتی بعضی از اینها گفتیم که خودشان را باز فهمیده میگیرن، این فکر را نسبت میدن به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، شیخ محمد ابن عبدالوهاب نه، بلکه به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نسبت میدن. جناب استاد حقیقتا با این افرادی که این حرف را میزنن و این گفته را میگن، احیانا بعضی از انسان ها حرفایی میزنن که خودشان معنای کلامشان را نمیفهمند. این مشکل در این است. یک روز جناب استاد جایی بودم، یک فرد طلبه به هر حال خودش رو طلبه میگفت، طلبه علم میگفت، از استادش پرسان کرد، استاد او استاد من هم بود، گفت که استاد همین بهاویا فلان عقیده دارن، فلان عقیده دارن. بهاویا من خندیدم، گفتم بهاوی کیست؟ استاد خندید گفت منظورش وهابی است. بابا جان اسمش را یاد نداره، حتی نمیتونه وهابی بگه. اصلا بیچاره یک چیزی شنیده که یک واو یک های هست. بهاییت بازور نه منظورش اون نبود جناب استاد. منظورش وهابیت بود. میخواست بگه وهابیت، نمیتونست درست تلفظ بکنه و نمیفهمید، میگفت بهاویا. وهابیا نمیگفت، میگفت بهاویا. و حقیقتا یک عجوبه ساختن از این کلمه، یک عجوبه ساختن که یک مترسک که یعنی حقیقتا مردم را از آن دور بدارن. اصلا کسی نمیدونه که این چی هست، این چی عجوبه ایه، نمیدونه. گفتیم که اینجا برمیگرده چرا به شیخ محمد ابن عبدالوهاب نسبت میدن. اول اینکه این افراد نمیفهمن بیچاره ها چی میگن، معنای کلامشان رو نمیفهمن، و یا اینکه از این تاریخ خبر ندارن که کسی دیگری به نام عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم بوده و یک زمان وهابیتی بوده و در همان آفریقا دفن شد و نابود شد و از آنجا خارج نشد و این مسائل رو نمیفهمند. و یا اینکه میفهمند، چنانچه که انگلیس این کلمه را در واقع استعمال کرد برای تفرقه مسلمان ها، برای تفرقه انداختن میان مسلمان ها. مزدورانشان هم از اونا پیروی میکنن. امروز در ترویج این اصطلاح خیلی ها دست بالا دارن. بله. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله یکی از مجددینه. این حقیقتی غیر انکار و حتی افرادی به این اعتراف کردند که شیخ محمد ابن عبدالوهاب یکی از مجددینه. چی کسانی؟ افرادی که با کتب این فرد، با کتب این شخصیت بزرگوار آشنایی دارند و این شخصیت بزرگوار را درست شناختند. مثلا سید ابوالحسن ندوی رحمه الله در کتابی که در حقیقتا افراد و اشخاص بزرگ و مجددین را در این کتاب درج کرده و نوشته، یک ترجمه کوتاهی چند صفحه‌ای در مورد شیخ محمد ابن عبدالوهاب میده و از این تعریف میکنه، چون شیخ محمد ابن عبدالوهاب همزمان بوده با امام شاه ولی الله دهلوی رحمه الله، تقریبا اینها در یک زمان و در یک عصر میزیستند. این مجددی بوده در هند و این مجددی بوده در جزیره العرب. مجدد الف ثانی که میگن؟ نه، مجدد یعنی کسی که گفتم هزاره در هزاره دوم یا در بله. این هم در اون کتاب شیخ علامه سید ابوالحسن ندوی در موردش حرف میزنه، این فرد رو هم میاره. شیخ الاسلام ابن تیمیه در جلد دوم به طور تفصیل در موردش صحبت میکنه، در جلد پنجم در مورد شیخ محمد ابن عبدالوهاب حرف میزنه و بعد میگه شیخ محمد ابن عبدالوهاب یکی از مجددین بوده و به هر حال تعریف میکنه در موردش و حرفهایی در مورد شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میزنه. شیخ محمد ابن عبدالوهاب چرا این حرف را به او نسبت میدن؟ انگلیس اولین کسی بود که این حرف را بر علیه او استفاده کرد، به خاطر اینکه شیخ محمد ابن عبدالوهاب وقتی که در جزیره العرب در مثلا در درعیه اولین بار که شیخ محمد ابن عبدالوهاب حکومت را تأسیس کرد، چون حکومت میتونه که درست فکره انسان منتشر بکنه، قدرت میتونه که فکر را منتشر بکنه، که انسان توان داشته باشه کتاب بنویسه، کتاب پخش بکنه، به هر حال در تمام جاها دست داشته باشه، بتونه آزاد بتونه فکره خود را برای مردم تقدیم کنه، نه اینکه به زور نبوده، حرف زور نبوده. این که وقتی انسان توانایی داشته باشه، قدرتی به دست انسان باشه، خیلی راحت میتونه که فکره خود را برای دیگران منتقل بکنه. به طور راحت میتونه منتقل بکنه، خیلی راحت، همه چیز به اختیارش هست. نظام ولایت فقیه با در دست داشتن قدرت در تهران و در کشورهای همجوار تلاش میکنه که به هر تقدیر و به هر ترتیبی که شوه فکر خرافی رافضیگری را در همه کشورها منتشر بکنه، چون از قوت برخوردار است. بله بدون شک. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله وقتی که حکومت تأسیس میکنه،
در این حکومت یعنی حقیقتا انگلیس هم وقتی که استعمار انگلیس در کشورهای اسلامی وجود داره دیگه، انگلیس به اوج قدرته، میخواد که مسلمان ها تحت فرمان او باشن، میخواد که مسلمان ها هر حرفی که او میگه قبول بکنن و به همین ترتیب. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله وقتی که این حرکت اصلاحی را شروع میکنه، بعد وقتی که دریعیه اولین بار اینها امان عهد و پیمان را میکنن به خاطر حکومت داری و به خاطر حکومت، اینجا چیکار میشه؟ شیخ محمد ابن عبدالوهاب اینجا حکومت وقت جناب استاد فکر کنم که از حرکت اصلاحی و جنبش اصلاحی امام محمد ابن عبدالوهاب حمایت میکنه که از خرافاتی مسائل همون حکومتی که در اونجا هست، بله حکومتی که در همونجا هست از اون حمایت میکنه و پیروی میکنه و با هم عهد و پیمان میکنن، با محمد ابن سعود عهد و پیمان میکنن. عهد و پیمان آنها موجوده در کتب تاریخی، موجوده که اینها با هم چی عهد و پیمان کردن و محمد ابن عبدالوهاب بعد از آن به درعیه پناه برد که برای این قوم و برای این قبیله پناه برد که شیخ محمد ابن عبدالوهاب از زادگاهش بیرون کرده شد، او را آزار و اذیت کردند، برایش تهمت زدند به خاطر دعوت به سوی حقیقت، دعوت به سوی قرآن و سنت. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله چیز جدیدی نیاورده بود، فقط بر علیه شرکیات و خرافاتی که قبر پرستی ها و درخت پرستی ها و انسان پرستی هایی که وجود داشت شیخ محمد ابن عبدالوهاب قد علم کرد، خواست که بر علیه اینها ایستاد بشه. اینجا بود که بعضی از افرادی که خودشان را، موقعیت اجتماعی خودشان را و موقعیت دینی خودشان را که فکر میکردن که حقیقتا ما یک موقعیت بالایی در میان مردم داریم، اگر این جوان و اگر این نفر بیای حرفهایی بگه که خلاف ما باشه چیکار میشه؟ این موقعیت ما و این جایگاه ما زیر سوال میره و ما دیگه نمیتونیم که حقیقتا خودمان را به جای برسانیم، چون فرقه های باطل و فرقه های گمراهی که خودشان را نسبت میدادن به اهل سنت، خودشان را نسبت میدادن به اهل اسلام و چیکار میکردن؟ کارشان انتشار شرک، انتشار بدعت، انتشار خرافات، انتشار خزعبلات، قبر پرستی ها، انسان پرستی ها، سنگ پرستی ها و به همین ترتیب پرستش های دیگری که صورت میگرفته. شیخ محمد ابن عبدالوهاب وقتی که میایه این فکر را مطرح میکنه، از جهتی هم آزار و اذیت میکنن این نفر را، بارها این را از ولایتش خارج میکنن، به جای دیگه پناه میبره، از اونجا اون را میکشن بیرون، مجبور میشه که به درعیه به این فرد، به محمد ابن سعود پناه ببره و بعدن اینها حقیقتا چیکار بکنن؟ با هم دیگر یک عهد و پیمان میکنن، عهد و پیمان میکنن که شیخ محمد ابن عبدالوهاب به هیچ عنوان اینها رها نمیکنه و اونها هم عهد کردن که از شیخ چنان دفاع بکنن مثل که از خانواده و اهل و عیال و تمام اعضای فامیل خود دفاع میکنن و این کار را کردن. شیخ محمد ابن عبدالوهاب بعد از اینکه حکومت را به دست گرفت، یک قریه کوچکی یا بگین یک ولسوالی کوچکی، یک جای کوچکی بود که حقیقتا کوچکی بود که حقیقتا زیاد نبود. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله دعوت خود را شروع میکنه به انتشار مثلا کتب، شروع میکنه به روان کردن نامه ها به سوی اقوام مختلف، به سوی کشورها، به سوی ولایات مختلف بگین، یعنی در اون زمان مناطق و استانهای مختلف، به سوی دهکده های مختلف روان میکنه که شما از این شرکیات و از این کارها دست بکشین. اینجایی که گروهی هم بر علیه شیخ چیکار میکنن؟ بر علیه شیخ دست به یکی میشن و اقدام میکنن که باید این نفر دهانش بسته بشه. این روش اهل باطل، در هر زمان نمیخواد که اهل حق حرف خودش رو بزنه، همیشه اهلش دهانش رو پلم میکنه، دهانش رو میبنده، نمیگذاره که حرف بزنه. این نفر میخواستن که دهانش را ببندن که دیگه همچون حرفا نزنه، جاها صحبتی نداشته باشه، نامه برای افراد نفرسته و جنگ‌های در میان اینها به وجود آمد و حمله کردند در اون منطقه‌ای که شیخ بود. به هر حال شکست خوردند و به همین ترتیب اینجا بود که این نام به خاطری که زشتی که نامی که عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم خارجی اباضی حقیقتا آمده بود، آن را تأسیس کرده بود، این فکره را، فکره خوارج را به نام وهابیت وجود داشت، این نام را گرفتن چسباندن بر محمد ابن عبدالوهاب، خواستن که یک ربط بتن تا
این حرکت اصلاحی، این حرکتی که برای زدودن خرافات و برای زدودن قبر پرستی ها و بدعت های آن وقت حرکت کرده بود، این ربط بتن با او که از این طریق بتونن راحت بدنام بسازن. بله خیلی راحت بود. اما اینجا جناب استاد اگر اجازه بتین، یعنی یک نقطه خیلی جالبه آدم میتونه که از این حرکت امام محمد ابن عبدالوهاب استنباط بکنه و الهام بگیره. امروز افرادی که میگن نمیشه چون ما قدرت نداریم، توانمندی نداریم، زور نداریم و تأثیر نداریم، نمیشه حرکت کنیم، بگذار که به هر ترتیبی که هست وضعیت به جلو بره. اینجا استنباط میشه که یعنی انسان میتونه به تنهایی خود وقتی اخلاص داشته باشه، وقتی به مو دعوتی که میکنه به او باورمندی داشته باشه، میتونه که تغییر بده، چنان که محمد ابن عبدالوهاب دیدیم. یا ای که محمد ابن عبدالوهاب وقتی که فکر آغاز کرد افراد همراه داشت یا نه به تنهایی بود؟ حقیقتا افراد بودن، نه در ابتدای دعوت، نه ای که بعد از ای که دعوت میکنه و باز حکومت هم منطقه می از ای یا دولت هم منطقه می از ای حمایت میکنه. قبل از او یعنی در ابتدا وقتی بر علیه خرافات و بدعات مبارزه میکنه تنها بود. این یک چیز عادیه جناب استاد. وقتی که شخص وارد صحنه میشه، یک افرادی هستند که وارد صحنه با او میشن، یک افرادی هستند که پشت صحنه از او دفاع میکنن. افرادی که پشت صحنه از شیخ دفاع میکردن، بعضی از اساتیدش حتی بودن که وقتی در مدینه منوره درس خواند، وقتی در مکه مکرمه رفت درس خواند، اساتیدی داشت که با این فکر و با این اندیشه او موافق بودن. اما پشت صحنه به خاطر فتنه هایی که وجود داشت، به خاطر کارهایی که وجود داشت، به خاطر حرف هایی که به هر حال مردم میزدن، شاید جرئت نمیکردن که خیلی اظهار بکنن موضوعات را، علنی بر علیه بدعات استاد بشن، یعنی عملی کار بکنن. یعنی عملی کار شما گفتین که اهل باطل، یعنی اهل باطل گفتین ایره از منطقهش یا از امو قریه یا از امو جایی که بود و باش داشت و محلی که مبارزه میکرد از اونجا اخراج کردن. بله، و این معنا که قدرت نداشت. از قریه عیینیه او را کشیدند، او را بارها کشیدند، مجبور شد که به اونجا پناه ببره. حالا بحث اینجاست که جناب استاد، این گفتیم که تعلیق شما بسیار تعلیق خوبی بود که حقیقتا هر انسان مصلحی، هر انسانی که میخواد اصلاح به وجود بیاره، نباید به این فکر باشه که من تنها هستم. منتظری باشه که دم و دستگاهی داشته باشه. اگر حق باشه، اگر اخلاص داشته باشه، بدون شک الله متعال سبحانه و تعالی او را پیروز میکنه. مثلا بعضی از دوستان ما احیانا برایشان یعنی حقیقتا بگیم که احساس عجز میکنن، احساس ناتوانی میکنن در مقابل دشمن. برای ما میگه که شما شبکه دارید، شما صحبت میکنید، حرفتون را میتونید بگید، ولی ما نمیتونیم. همین که خودت داخل خانواده‌ات هستی، داخل قریه‌ات هستی، داخل هر جایی که هستی، حرفی را میگویی، حرف حق را میگویی، همان برای تو کافی است. هر کس به اندازه توانش، هر کس به اندازه توانش، قطره قطره دریا میشه. هر کس جناب استاد به اندازه توان خو حرکت میکنه. به هر حال شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله چون اخلاص داشت، الله سبحانه و تعالی دعوتی که چیز جدیدی نبود، دعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب چیز جدیدی نبود. به همین واسطه ما همیشه میگین جناب استاد، همیشه میگین که محمد ابن عبدالوهاب بی محمد ابن عبدالوهاب، اصلا همین محمد ابن عبدالوهاب کسی نه قبول نکنه. ما اصرار نداریم که شما بیاین محمد ابن عبدالوهاب قبول بکنین، نظریات محمد ابن عبدالوهاب حتما شما باید قبول بکنین، اگر نکردین شما مسلمان نیستید یا شما فلان نیستید. ما میگین که شما بیاین بر دعوتی که محمد ابن عبدالوهاب کرده، دعوتی که ائمه اربعه کردند، دعوتی که علمای اسلام کردند، این که بعداً بدعاتی آمد در افکار بعضی ها قرار گرفت و کتبی نوشتند و به هر حال خرافاتی به نام اهل سنت جای گرفت، این بحث جدایی هست. اما علمای زبده اهل سنت، علمای دست اول اهل سنت از صحابه، تابعین، تبع تابعین، به همین فکری که محمد ابن عبدالوهاب بودند. شاید مخالفینی به هر حال در مسائل جزئی و فرعی باشه، نمیگین نیست. ولی شما جناب استاد اهل سنت میگین و وهابیت میگین، یعنی من اینجا تعجب میکنم، چون ما میشنویم که مثلا شخصیت های برجسته در از بگیم است تشیع، امام های برجسته مطرحشان، چون مثلا اگر به عنوان نمونه ما ذکر کنم، آیت الله محسنی در افغانستان یا شیخ آصف محسنی در افغانستان از جایگاه عمده در میان تشیع و حتی در میان بعضی اهل تسنن برخوردار است. او میگه ما حساب اهل سنت را با حساب وهابیت جدا میدانیم.
یا امثال هم میگن که تو سنیستی، ما با سنی ها سر و کار نداریم، با سنی ها مشکل نداریم، مشکل ما با وهابیت است. پس از این معلوم میشه که وهابیت جدا از اهل سنت، یک فرقه جداست، یک گروه جداست، یک مذهب و خصوصی دیگه است. جناب استاد این یک فریبه. خب این یک فریبه که حقیقتا اینها میخواهند از این طریق اهل سنت فریب بدن. به والله قسم جناب استاد، چیزی که ما از زبان این افراد شنیده ایم تا حالا، اینها هدفی از وهابیت جز اهل سنت ندارند. فقط چون که اگر بگن اهل سنت خب بیدار میشن، میفهمند. ولی میگن وهابیت، از نام وهابیت مثل که در گذشته از کلمه نواصب اینها استفاده میکردن. جرأت نداشتن، اینها اهل تقیه، اهل ترسند، اینها میترسند، چنان ترسو هستند که حتی از یهود ترسوترن. یهود خیلی ترسوان ولی اینها از یهود خیلی ترسوترن، میترسند، جرأت نمیکنن که بگن اهل سنت. در قدیم چی میگفتن؟ ناصبی میگفتن. شما مثلا در اصول کافی مراجعه کنین، امام ابو حنیفه یک ناصبی میگه. امام ابو حنیفه ناصبی میگه. روایت دارن که شخصی آمد تعبیر خابر از حضرت صادق بپرسه، حضرت جعفر صادق بدی گفت ازی بپرس و او تعبیر خواب کرد و بعداً جعفر صادق بعد از این که ابو حنیفه رفت گفت یک ناصبیه، به تعبیرش توجه نکن. اصلا ابو حنیفه اینها ناصبی میگن، امام ابو حنیفه رحمه الله. اصلا عموم اهل سنت ائمه اهل سنت اینها ناصبی میگن. فقط کلمه عوض شد، از ناصبی گشت به وهابی. کلمه جدیدی پیدا کردن، بازار داره، کلمه جدیدی پیدا کردن. و الا اینکه جناب استاد اینها میگن وهابی ولی منظورشان همین اهل سنته، منظور دیگری ندارند. وگرنه شما جناب استاد قبول بکنید همین افراد را بیاین به میز مذاکره بنشانید، بگین محمد ابن عبدالوهاب بی محمد ابن عبدالوهاب، ابن تیمیه بی ابن تیمیه، بیا با من از قرآن و سنت صحبت بکن. باز به محض این که شما از قرآن و سنت برش ثابت بکنین چی میگه؟ میگه این وهابیه. چرا؟ چون اون نمیخواد که از نام اهل سنت استفاده بکنه. چون اگر از نام اهل سنت استفاده کنه دوغش میریزه بیرون، رسوا میشه. همه مردم میدانن که این دشمن اهل سنته. با این عمامه‌ای که داره، با این شکم گندگی که داره، همه مردم میدانن که این دشمن اهل سنته. ولی مادامی که بگه وهابی، اون اهل سنتی که نمیفهمه از موضوع آگاه نیه چی میگه؟ میگه خب منو که نمیگه، من وهابی نیستم. میگه من وهابی نیستم، در حالی که چی میگه؟ مثلا از آنچه که اونها میگویند در مورد وهابیت، گفتم که حتی کسایی که از صحابه پیامبر، از ازواج مطهرات دفاع میکنن، میگه این وهابیه. خب پس با این تعبیر همه اهل سنت وهابی هستند، چی مشکل داری؟ پس اهل سنت همه وهابی هستند. فقط نیاز هست که جناب استاد این موضوعات برای اهل سنت بیان بشه، گفته بشه که وقتی این میگه وهابی منظورش تو هستی، منظورش مستقیما تو هستی و او میخواد تو را بزنه. پس بنابراین جناب استاد این که این افراد که حقیقتا هیچی نمیدانند و بیچاره ها خودشان درمانده هستند، و یا این که میدانند موضوعات را میپوشند و برای فریب اهل سنت کار میکنند، چی میگن؟ وهابی. ولی منظورشان کیست؟ منظورشان اهل سنته. و ما گفتیم که ائمه اهل سنت را مثل امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد رحمهم الله، همه ایشان الله متعال همه ایشان را رحمت بکنه، امام مالک، هر کدام اینها را چی میگن؟ وهابی. اگر میگن نه هر کدام از اهل سنت که اهل پژوهش هستند، شما مراجعه بکنین به بعضی از سایت های اینترنتی اینها یا به بعضی از شبکه های اینها مراجعه بکنین، ببینین قولر میاره باز چی میگه؟ مثلا میگه فتنه وهابیت. در فتنه وهابیت قول کی را میاره؟ قول امام شافعی را، قول امام مالک را، قول امام بخاری را. قبل از حتی جنبش خوارج میزیستن. کلا درسته. یعنی حقیقتا جناب استاد این افراد هیچی، گفتیم که مسائل را با هم خلط کردن، مسائل را با هم خلط کردن برای اهل سنت و برای اهل اسلام که از اهل سنت گذشتن، کلمه اهل سنت استفاده نمی کنن. برادران اهل سنت باز از جهت دیگر زهر خود را وارد می کنن. از جهت دیگه که میگه وهابی، چون وهابی گفت باز کلمه خود را ترزیق میکنه بر فکر اهل سنتی که به هر حال مسائل را نمیفهمه، مسائل دینی را آگاه نیست، مسائل عقیدتی را نمیفهمه. میگه فرق است در میان من و شما، در میان وهابیت و میان اهل سنت. ما وقتی که وهابیت میگیم همین نواصب هستند، همین نجس ها هستند. باز منظورش کیه؟ همان ائمه اهل سنت هستند،
همان اهل سنته، همان بخاریه، همان مسلمه، همان ابو حنیفه، همان شافعیه، همان مالکه، همان ابن حنبله. منظورشون همین ها هستند. باز چیکار میکنن؟ از جهت میای به این اهل سنت چی میگه؟ امام ابو حنیفه باز از جهت دیگر چیکار میکنه؟ غیر مستقیم ابو حنیفه رو میزنه، ابو حنیفه رو تکفیر میکنه. ناصبی و ناصبی در پیششون معلوم است که کی است. بله نجسه، ناصبی به نزد آنها نجسه، کافره، اصلا اهل جهنمه و اقوال دیگری که در مورد نواسب که برنامه مختلف شبکه را مشاهده بکنن، این موضوع به وضوح آشکار میشه که وقتی اونا کلمه حتی تکفیریون، وهابیت تکفیری یا وهابیون تکفیری را به برخیان نسبت میده، در حقیقت میخوان تهمتی که حقیقت خودشان را بر دیگرا برچسب بزنن. تکفیری خودشان هستن، چون همه اهل سنت با نصوص صریحی که دارن در کتابایشان تکفیر میکنن، اما در رسانه ها هم بارها تکفیر کردن، اما برخی هاشان تا هنوز هم تقیه میکنن. خب استاد گرامی، به اجازه شما و بیننده های عزیز و گرامی میریم به سراغ یک میان برنامه و پس از دیدن این میان برنامه انشالله با هم بحث را تکمیل. فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد دوباره خدمت شما هستیم و اما قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح داشتن در ارتباط و ای که آیا چیز به نام وهابیت وجود دارد یا خیر و این حرکت یا اصطلاح وهابیت چه وقت شروع شد و بر چه کسی برای اولین بار یا بر چه حرکتی و گروه اطلاق شد صحبت کردند و توضیح دادند که این حرکت یا جنبشی که به نام وهابیت یا وهابیت وجود داره، این پیشینه داره، پیشینه ازی برمیگرده به قرن دوم هجری که در شمال افریقا اونجا شخص به نام عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم ظهور میکنه که یکی از شاخه های خوارج بوده و در همونجا این حرکت یا این جنبش در نطفش خاموش میشه و جنبش یا حرکت اصلاحی امام محمد ابن عبدالوهاب گروه مذهب فقهی نبوده و فقط به خاطر زدودن برخی از خرافاتی که در جامعه آن روز، در جامعه که امام محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله تعالی علیه زندگی میکرده، در اونجا قد علم میکنه و خرافات و مثل قبر پرستی ها و زیارت پرستی ها و مثال ها و امثال هم را از بین میبره و بالاخره به حمایت دولت منطقه یا حکومتی که در همانجا زیست داشت موفق میشه که این حرکت اصلاحیش توفیق پیدا بکنه و خرافات بساط خرافات از جامعه آن روزی بر بچینه و به اخلاصی که داشت الحمدلله خداوند توفیق داد تا این حرکت اصلاحی حتی
امروز در سراسر دنیا گسترش پیدا کنه و در این شک نیست که سکانداران و دکانداران دین فروش آخوندی بگم تلاش میکنن که این صدای حق و این حرکت حق و این جنبش حق به شکل از اشکال به هر شکلی که شده چهره دیگری برش بتن و برای سرکوبی ازی و برای بدنامی ازی تلاش بکنن. خب استاد گرامی، استاد عبدالرحمن فاتح، شما گفتین در خلال صحبت‌هایتون و همین لحظه هم اشاره شد که حرکت امام محمد ابن عبدالوهاب حرکت فقط اصلاحی بوده، چون ما مذاهب داریم، اهل سنت در داخلش مذاهب فقهی چهارگانه مشهوری داریم، مذهب حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و بعضی از مذاهب دیگر که انتشار نداشتن. این چهار مذهب معروف در میان اهل سنت است. وقتی اهل سنت میگیم میتونیم که از نگاه فقهی در میان اهل سنت پیروهای این چهار مذهب وجود دارند، اما چیزی به نام مذهب فقهی به نام وهابیت ما در میان اهل سنت نداریم. بله. گفتین که حرکت امام محمد ابن عبدالوهاب فقط به خاطر تصحیح و تجدید عقاید بوده و برای از بین بردن خرافات و بدعت هایی که در جامعه آن روز مروج بوده. خب وقتی که این حرکت فکر میکنیم که حرکت جدیدی بوده، یعنی امام محمد ابن عبدالوهاب چیز نوی از خود آورده، یعنی از بین بردن قبرپرستی یا مبارزه با بدعت ها فقط این شاهکاری بوده که تعلق به محمد ابن عبدالوهاب داشته و کسای پیش ازی علیه این چیز مبارزه نکردن؟ حقیقتا جناب استاد اجازه بدین که سوال شما رو با چند مقدمه جواب بدم. مقدمه اول این که ما گفتیم، باز هم تاکید میکنیم که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله یکی از مجددین و علمای بزرگوار اسلام هست و شخصیت ایشان در نزد اهل سنت دارای جایگاه است، اما این شخصیت اصل نیست که به هر حال ما بر ایشان تعصب داشته باشیم، که حتما باید دیگران از ایشان پیروی بکنن. ما فقط فکر ایشان را میخوایم زیر نقد و بررسی بگیریم. نقد نه، دقل بررسی. نقد هم اگر جای مورد نقد باشه، در موردشون میخوایم ما در این مورد صحبت بکنیم که تا بینندگان عزیز ما به این مورد فکر نکنن که ما آمدیم اینجا در این برنامه از شیخ محمد ابن عبدالوهاب دفاع بکنیم که اگرچه حقشان هست که دفاع بکنیم، اما این که این نسبت به ایشان داده شده، ما در این مورد ایشان را مظلوم میداریم. از علمایی که حقیقتا مورد از ظلم ظالمین قرار گرفتن یکی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله است و دیگر علما هم بودن که مورد ظلم افراد ظالم قرار گرفتن. این بحث اول. بحث دوم این که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله یکی از مجددین هست و چیز جدیدی نیاورده. مجدد چیز جدید نمیاره جناب استاد. تجدید میکنه، فکر سابق میکنه، همون فکر سابق دوباره تجدید میکنه. یعنی غبار و خاکی که در او قرار گرفته او را چی میکنه؟ پاک میکنه. بله، رسول الله علیه السلام میگن در سر هر 100 سال الله سبحانه و تعالی یک مجددی را میاره که دین را دوباره تجدید میکنه و غبارها و بدعات و خرافاتی که روی دین هست اینها را پاک میکنه. و شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله یکی از این هاست. علامه شاه ولی الله دهلوی رحمه الله در هند یکی از این هاست و علمای دیگری که در همین قرنها گذشتن، امام شوکانی مثلا رحمه الله در یمن یکی از این هاست، در صنعا یکی از این هاست و در مقاطع زمانی مختلف ما داریم افراد ما فراوانی داریم که در هر جا که این مجددین در زمانها و مکانهای مختلف بودند. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله هم یکی از این هاست. یکی از اینها بوده و دعوت کرده به سوی الله سبحانه و تعالی، دعوت کرده به سوی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما اینکه شیخ محمد ابن عبدالوهاب چیز جدیدی آورده باشه، نه خیر، چیز جدیدی نیاورده، بلکه همان چیزی که کهنه شده بوده، یعنی اینکه به باد فراموشی سپرده شده بوده، دوباره آن را زنده کرد. بله. اجازه بدین که متن قول سید ابوالحسن ندوی در این مورد به شما بخوانم. بفرمایید. سید ابوالحسن ندوی در کتابی است به نام تاریخ دعوت و اصلاح. تاریخ دعوت و اصلاح جلد 5 باب 11 صفحه 506 که ترجمه هم مولانا ابراهیم الدامنی رحمه الله کرده.
ترجمه این کتاب را مولانا ابراهیم دامنی کرده، رحمتشان کنه رحمه الله. این کتاب چاپ و صحافی توحیده، یعنی چاپی که مطبعی که شده، صفحه 506 جلد 5 باب 11. سید ابوالحسن ندوی چی میگه؟ میگه متنش را میخونم کلمه به کلمه را. میگه شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در محدوده اصل دایره توحید خالص، ریشه‌کنی مراسم و آثار شرک، استیصال یعنی از بین بردن علائم و خرافات جاهلیت که برخی از مظاهر آن به علت گذشت زمان، جهل و نادانی، غفلت و تساؤل علما در قسمت شرقی جزیره العرب در بعضی از مناطق و قبایل ترویج یافته بود، فرق توحید الوهیت، توحید ربوبیت و توحیدی که خداوند عزوجل از بندگانش میپذیرد و در قرآن کریم، خب توجه داشته باشین، و توحیدی که خداوند عزوجل از بندگانش میپذیرد و در قرآن کریم به صراحت به سوی آن دعوت شده، آن را توضیح و تشریح نموده است. این قول ابوالحسن ندویه، یعنی چیزی نوی نبوده، چیز جدیدی نبوده، همون چیزی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله میگفت، ائمه اهل سنت از قبل از آن گفته بودند. قبل از آن در قرآن کریم آمده و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت واضح و آشکار بیان شده، چیز جدیدی نبوده. به توفیق پروردگار، به توفیق الله متعال موفق شده که در همه محدوده که زندگی میکرده و بالاخره در محدوده گسترده تر از او بساط خرافات و بدعت های آن روز جمع بکنه. و دیگر حرف دیگری که جناب استاد بعضی از افراد آمدن کتبی را در این مورد نوشتند بر رد شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله، کتبی را نوشتند و اقوالی را بر این نسبت دادند، بر این دعوتگر مظلوم اقوالی را بر او نسبت دادند که ابدا خود محمد ابن عبدالوهاب که چی اجدادش هم از این حرف خبر نداشتند. یک حرفهایی به این نسبت دادن به این دعوتگر مظلوم. به همین واسطه کسایی که طالب حقن کتابی را معرفی میکنم، این کتاب حتما بخوانند. کتابی است به نام الرسائل الشخصیه، 51 نامه از نامه های شیخ محمد ابن عبدالوهاب در این کتاب جمع کرده، در این رساله جمع کرده نامه هایی که محمد ابن عبدالوهاب در اون نامه ها عقیده خود را میگه. یعنی این در اختیارتان هست جناب استاد؟ در اختیارم هست، داخل خلاص اگر کامپیوتر هست. کارگردان عزیز احمد جان اگر نشانی ما را بنویسن تا بیننده های عزیز و گرامی که مایل هستند به ایمیل هایشان ما میتونیم این کتاب بفرستیم. کسایی که دنبال حق و حقیقت هستن و میخوان از حقایق معلومات حاصل کنن و بالاخره به حقیقت پی ببرن، ما این کتاب به ایمیلشان و به آدرس هایشان انشالله میفرستیم. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در این الرسائل الشخصیه که 51 نامه از نامه های شیخ در اونجا هست، نامه هایی که این شبهات، اکثر این شبهاتی که پیرامون این دعوتگر مظلوم مطرح میشه در زمان خودش مطرح شد و خودش جواب داده بر همه اینها. برایش نامه میفرستادن که تو عقیده تو در این مورد این است، نامه مینوشت که نه عقیده من اینه، عقیده من اینه، من به این عقیده هستم، به این فکر هستم. مثلا در نامه سوم الرسائل الشخصیه شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله آمده به صورت تفصیل در این مورد صحبت کرده در مورد عقاید خود و نامه های دیگری هم که فرستاده به اماکن و جاهای مختلف به خاطر دفاع از خودش و دفاع از عقیدهش که من این عقیده را ندارم، عقیده من این نیست. داد میزنه نفر میگه من این عقیده را ندارم، میگن نه تو حتما باید این عقیده را داشته باشی، و میگه من این عقیده را ندارم. اما برعکس جناب استاد فقط این نقطه، اما برعکس امروز عقایدی که مثلا به طور مثال دور نمیریم، عقایدی که خمینی در کتابهایش عقیده خود صریح و واضح بیان کرده. بله. بیان کرده که عقیده این از کتابش است، کتابش میاریم نمایش میتیم، کتابش در اختیار همه است. اما مردم برعکس قبول نمیکنن، نه میگن او این عقیده را نداشته. جناب استاد اینجا الله متعال در قرآن کریم چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسقی به نزد شما آمد، که این امر عامه تنها به فاسق بر نمیگرده، افرادی که به هر حال میان اخباری برای ما میرسانند، به خصوص افرادی که باز اصلا عدالت اونها به پیش ما مورد اعتبار نیست یا اونها را نمیشناسیم، بیایه برای ما چیزی بگه، حرفی برای ما بزنه، الله متعال میگه فتبینوا، شما تأکید کنید در این مورد، برین در اونجا تحقیق کنید. محمد ابن عبدالوهاب امروز نیست که از خود دفاع بکنه، کتبش موجوده. ما اگر میخواهیم شخصیت او را بشناسیم به کتبش باید مراجعه بکنیم، نباید بگیم فلانی در موردش چی گفت،
فلانی در موردش چی میگوید. امروز اکثر شبهاتی که پیرامون این شخص مطرح میشه از جهت دیگر است. فلانی چی گفته، در فلان کتاب فلان چیز را نوشته، در فلان کتاب فلان چیز را نوشته. همین قدر نمیگه که من برم تحقیق بکنم همین فرد عالمی بوده، کتبی نوشته، حداقل از باب تعصب هم که شده برم همین کتاب را یک بار بخونه. آیا همین چیز وجود داره یا نه؟ شیخ محمد ابن عبدالوهاب در رسائل الشخصیه و در کتب دیگرش میگه من حنبلیم، در مذهب فقهی من حنبلیم. حرف شما رو میخوام جواب بدم که شما میگین آیا مذهب دیگری است؟ نه، اصلا وهابیت همون وهابیتی که اونها میگن. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله اصلا مذهب جدیدی نیاورده بود. در باب عقیده گفتیم که آنچه شیخ محمد ابن عبدالوهاب گفته موجوده. شیخ محمد ابن عبدالوهاب در باب مسائل عقیدتی بیشترین تلاشش در باب از بین بردن شرکیات و خرافات بوده و در باب فقهی شما کمتر مسئله را میبینیم. بسیار به ندرت شاید اگر وجود داشته باشه، به ندرت که در یک مسئله فقهی اظهار نظر کرده باشه، چی برسه به این که یک مذهب خاصی برای خودش تشکیل بده و به نام وهابیت مسما بکنه یا مذهب عقیدتی از پیش خود چیز جدیدی بگه. حتی مثلا شما در کتاب توحید مراجعه بکنید، در کتاب توحیدی که محمد ابن عبدالوهاب نوشته که خیلی ها از این کتاب هراس دارند، میترسند که حتی این کتاب را بخوانند. بارها اتفاق افتاده افراد این کار را انجام دادن، افرادی که از این کتاب میترسیدن غلاف کتاب یا پوش کتاب کشیده داده دستش خوانده، بعد از این که خوانده گفته عجب انسانی بوده این که کسی که این را نوشته کلا از احادیث و از آیات صحبت کرده. حرف جدیدی در اون کتاب شما نمیبینید که محمد ابن عبدالوهاب زده باشه، حرفی که اهل سنت زدن. یکی از ائمه اهل سنت یا جمهور ائمه اهل سنت یا تعداد اکثری از اهل سنت به اون نظر بودن و این حرف سابقه داره، ریشه داره، چیز جدیدی محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله نیامده و نگفته. یا در باب تکفیر میگن که اینها تکفیری بوده، محمد ابن عبدالوهاب تکفیر کرده. محمد ابن عبدالوهاب میگه اگر من کسی را ببینم که به قبر عبدالقادر جیلانی رحمه الله سجده میکنه من را تکفیر نمیکنم. شاید حق برای اون نرسیده و نمیفهمه. همان ضوابط و اصولی که اهل سنت در باب تکفیر دارند، مسئله عقل، مسئله بلوغت، مسئله فهم درایت، مسئله اکراه نباشه به اختیار باشه، همان ضوابط و شرایطی که اهل سنت در باب تکفیر دیگران به کار میبرند، محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در اقوالش کلا هویدا هست، به صورت مستقیم کسی را تکفیر نکرده. مثلا اگر شما در کتب فقهی احناف مراجعه بکنین، بله، در باب اعتقاد وقتی میایه میگه اگر فلانی فلان کار را انجام داد این عملش کفره یا کافر میشه. یک تفاوتی که میان این هست که متاسفانه بعضی ها نمیدانند، یکی کلمه کفر، یکی کلمه کافر. جناب استاد، شرک و شرکیات، کفر و کفریات، شرک و مشرک، شرک و مشرک، کفر و کافر، میان این دوتا کلا متفاوته. ما وقتی میگیم فلان مسئله کفر هست، به این معنا نیست که به محض این که فلان کس انجام داد کافر میشه. این میشه توضیح بدیم فقط دخترم. مثلا جناب استاد موضوعی که من از محمد ابن عبدالوهاب گفتم، فردی میره قبر میپرسته، آیا به مطلق به محض این که دیدیم قبر را سجده کرد میگین کافره؟ نخیر، چون این حقی نداریم ما بگین. شاید نمیفهمه، شاید مجبوره. اتمام حجت نشده. باید اتمام حجت بشه جناب استاد، باید اتمام حجت بشه و این قواعد و اصولی است که اهل سنت در باب تکفیر دیگران مطرح کردن. شما در کتب اهل سنت کمتر میبینین که افراد را بالعین تکفیر بکنن، بگه فلانی کافره. این گونه نمیگه، میگه فلان عمل کفره، فلان عمل کفره. آیا این که هر کسی یک عمل کفر را انجام داد کافر میشه، این باز بحث جدایی هست. ما میبینیم که ضوابط و شروط را در این نفر آیا موجود هست یا نه یا نیست. و ثانیاً آیا حق این تکفیر، اگرچه این شروط در او وجود داشته باشه، حق تکفیر حق هر کس است یا حق قاضی و حق عالمی است که در مسائل دانایه و میدانه؟ چون ما وقتی شخصی را تکفیر کردیم، به عملی او را تکفیر کردیم، خونش حلال میشه، مالش حلال میشه و به همین ترتیب مرتد میشه، کافر میشه، از دین میگرده، زنش برایش طلاق میشه، مسائل دیگری لازم میاره. پس بناهن وقتی هم که شرایط پیدا شد در این فرد، باید فرد تکفیر یک شخص معینی را صادر بکنه که اهلیت تکفیر را داشته باشد، اهلیت این را داشته باشد که بگه تکفیر این کافره. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله
اهل تکفیر نبوده. هر کس که میگه اهل تکفیر بوده در واقع در اشتباه بسیار قوی وجود داره. و ما گفتیم که بله، عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم چون از فرقه اباضی خارجی است، این فکر را داره که هر کس مخالف عقیده و فکرش باشه کافره. این فکره اونهاست. ولی شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله و کسان دیگری که تابعیت قرآن و سنت میکنن و اهل سنت به اونها میگن، حالا محمد ابن عبدالوهاب کنار بزنید، مستقیما کسایی که از قرآن و سنت پیروی میکنن و پیرو قرآن و سنت هستن ائمه اهل سنت، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمهم الله و دیگر ائمه اهل سنت، ائمه اهل حدیث، فقها، همه اینها به این نظر و به این دیدگاه هستند. خب جناب استاد محترم، ما انشالله خدمت بیننده های عزیز و گرامی ای وعده را میتیم که در برنامه های آینده شبهات را که دین ستیزها، شبهات را که کسایی که نمیخوان حرف حق و سخن حق به مردم برسه او را مطرح میکنن و نسبت میتن که امام محمد ابن عبدالوهاب این گونه عقیده داشته و حتی میارن کتاب های را نمایش میتن که گویا در این کتاب محمد ابن عبدالوهاب چون این حرف را زده. او را انشالله طی برنامه های بعدی، طی جلسات بعدی ارائه میکنیم و پیرامونش انشالله کنکاش صورت خواهد گرفت. اما میریم به سراغ یک میان برنامه و پس از این میان برنامه انشالله تلفن های برنامه زیرنویس میشه و شما عزیزانی که مایل هستین در ارتباط پرسش یا نظر ارائه کنین میتونین پس از این میان برنامه انشالله تماس هایتان را تماس بگیرین و نظریاتتان را مطرح بکنین. میان برنامه را میبینیم و برمیگردیم. خب بیننده های عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم و از کارگردان عزیز تقاضا میکنیم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنند تا بیننده های عزیز و گرامی که مایل هستند در این ارتباط نظریاتشان را ارائه بکنن تماس بگیرن. قبل از میان برنامه داشتم در ارتباط به شبهات که از طرف برخی از آخوندها و از طریق برخی از رسانه ها که معروف و مشهور است مطرح میشه. انشاءالله گفتیم در برنامه های آینده پیرامون از او صحبت میشه و جواب داده میشه. اما در اینجا میخوام به توجه شما عزیزان بار دیگر برسانم که کسایی که اهل تحقیق هستند و تا حال از حقیقت حرکت امام محمد ابن عبدالوهاب آگاهی نداشتند و این حرکت به عنوان یک مذهب فقهی در ذهنشان برخی جا داده بودند، میتونن به این کتاب ها مراجعه کنن و قلم و کاغذ بگیرن. من این کتاب ها را فقط معرفی میکنم. یکی از کتاب ها کتاب الامام محمد ابن عبدالوهاب الداعی المصلح ام امام الوهابیه که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده توسط جناب استاد عبدالظاهر دایی، دعوتگر موفق ترجمه شده و ایره میشه که من نشام هم بتم و دوباره ایره نامش میخوانم: محمد ابن عبدالوهاب مصلح اعتقادی یا رهبر وهابی، که
الحمدلله خوشبختانه کتاب ها همش در سایت عقیده موجود است و کسایی که مایل هستن میتونیم ایره به آدرس هایشان، به ایمیل آدرس هایشان بفرستیم. کتاب دیگر تصحیح یک اشتباه تاریخی درباره وهابیت است که این کتاب نوشته دکتر محمد ابن سعد شوئر و ترجمه شیخ اسحاق ابن عبدالله دبیری رحمت الله تعالی علیه است. و کتاب سومی مبارزه با عقاید اهل سنت، مبارزه با عقاید اهل سنت در پوشش مبارزه با وهابیت، تهیه کننده البته بخش تالیف و ترجمه سایت عقیده است. میتونین به سایت عقیده مراجعه کنین و یا اگر خواستین ما برای شما میتونیم بفرستیم. و کتاب چهارمی البته نوشته جناب استاد عبدالرحمن فاتح است که خودشان حضور دارند در اینجا، باز هم در سایت عقیده موجود است و کتابشان به نام شناخت وهابیت بر اساس تحقیق نه بر مبنای تقلید است. و الحمدلله بیننده های عزیز و گرامی ما همشون اهل تحقیق هستند و اهل پژوهش هستند و میتونن با مراجعه به کتاب ها اگر شبهه در ذهنشان بود شبهه رفع میشه. خب ما سراغ بیننده اول میرم. بیننده اول السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. جناب استاد حضور تشکر میکنم از برنامه خوب شما. سید رحمان حسینی هستم از کابل افغانستان. سلامت باشین. ببخشین ما چون صدایتان خیلی پخش است، اگر میشه کم صدایتان بلند کنین چون من متوجه نشدم. فهمیدم از افغانستان هستین اما متوجه نامتان نشدم. بله. خب برادر مجیب الرحمن صدایتان نمیشه بلند کنین برادر گرامی؟ بله میشنوین؟ بله میشنم. دوستا اشاره کردن گفتن نامتان مجیب الرحمن است. بفرمایید برادر گرامی. بله استاد، ما اینجا در کابل شاید شما در زیران داشتیم که بعضی فعلا موضوعات داغی که هست روی وهابیت است. بله. به عنوان یک مذهب چی شده ظاهر شده، در حالی که ما میفهمیم که مذهب نداره به نام وهابیت. اما بعضی دوستا میگن ما که بحث میکنم میگن یگانه کسی که باعث از بین بردن خلافت عثمانیات شد عبدالوهاب چی بود؟ محمد بن عبدالوهاب بود. آیا این حقیقت داره؟ چیزا میتونیم پیدا کنیم این مورد؟ درست است. انشاءالله در خلال برنامه پاسخ داده میشه به سوالتان. تشکر برادر گرامی. بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. اسم ما محیدین از بلوچستان. آقای محی الدین؟ بله بله از بلوچستان. خب بفرمایید. ما خود جوشنی که همین کتاب نمبر کردیم اینا برنویس میکرد احمد جان خیلی خوب میشید. نام کتاب ها را یا ایمیل؟ نام هم کتاب را برنویس میکرد. نام کتاب ها را ما میشه که بعد دوباره شما ایمیل تانه بفرستین برادر گرامی. ایمیل تانه بفرستین، ما این کتاب ها را براتان میفرستیم ان شاء الله. خب بعد یک سوال دیگه این داشتین که باز هم ما در آخر برنامه دوباره ان شاء الله تکرار میکنم نامای کتاب ها را، اگر فراموش نکنم ان شاء الله در آخر برنامه دوباره نام کتاب ها را تکرار خواهد کردم. باید دیگه داشتیم حضرت. بفرمایید. میگه تجمع کتابات الان اسمش اینه که خوارج و وهابی تلقی میشناسید. خوارج کتاب اگر شما شنیده خوارج و وهابی تلقی میشناسید. درست است. در این کتاب مقصد ابوالوهاب و امام قلبانی اینا هر کسی مقصد لعن چی میگه تا کتاب اگر در باش گپ میزد شما خلاص ان شاء الله استاد در ارتباط صحبت میکنن ان شاء الله. بفرمایید. خوب. با یک چیز پیشنهادی گفتم. بفرمایید. اگر این مورد تویسون مقصد بعضی علماء حکم کردن که کسانی که در خارج خوندن مقصد اونها باید زندان بشن چون که اینها وهابی سلفی هستن. بعضی از علمای بزرگ تویسون. خب با صحبت می‌کردیم. خب سلامت باشین. تشکر. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. بفرمایید. بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ من از تاجیکستان عبدالسلام هستم، از تاجیکستان صحبت میکنم. میخواستم در موضوع برنامه‌تون یک چند صحبت کنم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خب برادران عزیز، خب وقتی در تاجیکستان سالهای 91 جنگ شهروندی سر زد، خب در اون وقت بعد این تقاعد بودن که در اون هدفتان سال 91 میلادی است برادر گرامی؟ بله بله، سال 91 میلادی. خب 16 سال خب پیش. در تاجیکستان و منطقه‌های هستن که خب در آنجا ازبک و تاجیک زندگی میکنن. خب اینها در بین اینها تفریقه انداختن و مردم. برادر گرامی قبل از اینکه صحبتایتان ادامه بتین، آیا این بحث شما ربطی داره با موضوع ما یا نه؟ بله بله ربطی داره. خب بفرمایید. خب جناب استاد، خب اینها خب در منطقه در کشور ما منطقه هستن که در آنجا کلا تاجیک بودن و اینها نتوانستن که تفریقه ازبک و تاجیک بیاندازن و اینها چی را گرفتن؟ این وهابیت را گرفتن و بین اینها خب ما را چطور بگم، خب اینها با زبان روسی میگفتن وافچید ما را میگفتن و اذیت و آزار میدادن ما را و همین تفریقه را بین ما انداختن. خب یکی از راه های ایجاد تفرقه بین یک ملت متحد، در یک منطقه، حتی اگر اقوام مختلف هم زندگی کنن، نتونستن که بین شما مثلا گفتین در منطقه که شما زندگی میکردین اقوام ازبک و تاجیک برادرانه با هم زندگی میکردن، نتونستن که از دیگه طریق بین شما تفرقه ایجاد کنن، آمدن بحث وهابیت مطرح کردن. درست است؟ بله بله درست. اینها منطقه‌ای بودن که ازبک و تاجیک بودن، آنها را بین ازبک و تاجیک تفریقه انداختن و منطقه‌ای بودن کلا تاجیک بودن و اینها گرفتن همین کلمه وهابیت، یعنی با زبان روسی گوییم. خب این ابزار است برادر گرامی، این وسیله است که کشورهای میتونیم بگیم اشغالگر، نه استعمارگر، استخرابگر و اشغالگر، از جمله انگلیس در وقتش با استفاده از یک کلمه میخواست که اما ضرب المثل معروف ما و شماست که میگه که تفرقه بیانداز و حکومت کن، یا گفتی عربا فرق تسد دیگه. اینها از این کلمه با استفاده از این کلمه تانستن که بین اقوام مختلف تفرقه بیاندازن و شخصیت مصلح مثل امام محمد ابن عبدالوهاب در نظر ملت‌های دیگر گویا یک شخصیتی که مثل که برادر گفتن که گویا در سقوط خلافت اسلامی نقش داشته، در ذهن مردمی مسائل جای بتن که الحمدلله امروز در اثر روشنگری ها این مسائل روشن میشه و ملت ها و مسلمان ها آگاه میشن و این شبهه ها یکی پی دیگر نقش براب میشه. خب بیننده گرامی، اگر گفتنی دیگری نداریم میریم سراغ بیننده بعدی. خب از شما تشکر. سلامت باشین بیننده گرامی، سلامت باشین و در فکر ما باز یک روشنی انداختید. سلامت باشین. تشکر زیاد میکنم از تمام دستان در کاران برنامه و از آمین. لطف دارین خداوند شما و تمام بیننده ها و مسلمانان جهان را از شبهات دشمنان اسلام رهایی ببخشه. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایین خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ ما از نیمروز صحبت میکنیم. از نیمروز؟ آره. نیمروز گفتین یا ایران؟ من درست نفهمیدم. نیمروز گفتن، نیمروز افغانستان. خب از نیمروز بفرمایین برادر گرامی، در خدمت شما هستیم. الو. بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه برادر گرامی. مثل که تماس با ای برادر قطع شد. خب میریم سراغ بیننده بعدی. بله. بفرمایید برادر گرامی. من ایران
خب گرچه من متوجه نامتان نشدم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. محمد کبیر اسم قدیران مقامت شدم. محمد کبیر، بفرمایید، در خدمت هستیم. ببخشید من یه خواهش دارم از شما خیلی مطرح کنم. خب خواهشتان ربطی به برنامه داره یا نه برادر گرامی؟ من گفتم در افغانستان چون صدای شما بیننده گرامی صدایتان منعکس میشه، صدای تلویزیونتان رو ببندین، از طریق گوشی تلفن با ما مطلبتان مطرح کنین. خب بیننده های گرامی، من نمیفهم، من از ابتدای برنامه در هر برنامه تذکر میتونم که وقت تماس میگیرین از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین تا وقت ضایع نشوه. میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. تلویزیون وصال حق. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. تلویزیون وصال حق، برنامه بازسازی اندیشه، در خدمت شما هستیم. بفرمایید. ما از ایران تماس گرفتیم. نام سید اسکرشاه. آقای سید اسکرشاه، در ارتباط به برنامه گفتنی دارین آقای سید اسکرشاه؟ والا گفتنی زیاد داریم، منتها یعنی فعلا آقای سیقل را صحبت مونه. من یک افغانیم، از افغانستانم. بعد خدمت با سعادت عرض کنم گاهی آقای انصاری و آقای سیقل دروغ به تلویزیون تبلیغ مونه. خب ببین آمده دروغ شیعه. خب دروغ شیعه که ما برای جزء ما گوش مونه. ما به عنوان یک افغان، به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک شنونده گوش مونه تلویزیون. گرچه ما شیعه 12 امامی، ولی خود تلویزیون حرفای خوبی هم داره، ولی خود حرف بدش اینجایه که توهین به شهید مزاری مونه. همیشه دروغ میگه. شهید مزاری به سر خانه هیچ کی نرفته، در هیچ جای تجاوز نکرده، هیچ کس نکشته. این دومن دیشب اعلان کرد از تلویزیون که آقا ما چی شما برای این مردم بدبختی بیچاره بامیان برق ندین. بعد خدمت هستیم چطور از تبسم نموگه که ایرا آقای سید اسکرشاه گرامی، سید اسکرشاه گرامی، چون برنامه بازسازی اندیشه است و گفتنی های زیادی دارین، وقت مشکلی است که ما وقت نداریم. اما فقط در پاسخ به دو سوالتان گفتین که مرا به دروغگویی متهم کردین یا آقای انصاری یا امثال هم را. شما خودتان آقای انصاری؟ ما محمد نواز سیقل هستم. بفرمایید. خب این حرف دیگه هم گوش نکردی. خدا اصلا الله یاری جواب صدای مردم گوش قد نکن. آقای سید اسکرشاه گرامی، سید اسکرشاه، آقای سید اسکرشاه، توهین هم در حق ما روا می‌دارین، ما را به دروغگویی هم متهم میکنین و باز انتظار از این دارین که ما برای شما وقت بدیم. آقای سید اسکرشاه، من میفهم که یه لحظه چون آقای سید اسکرشاه موضوعی که شما مطرح میکنین، برادر گرامی، موضوعی که شما مطرح میکنین البته اختصاص به موضوع برنامه نداره. ما لذا اگر ربطی به موضوع برنامه می داشت با سر و چشم قبول میکردم و حرفایتان رو میشنیدم. اما با وجودی از این من میفهم که شما به حیث یک مسلمان گفتین شیعه، شما این فکر شما را از دیگه طرف شما تحریک میشین، از دیگه طرف به شما فکر داده میشه و به شما انگیزه داده میشه. ما هیچ وقت نگفتیم که در ارتباط به قضیه توتاب لین برق صحبت کردیم، نگفتیم که توتاب به بامیان یاد داده نشه و گفتیم با مردم بامیان، اهالی بامیان اگر برق میخواهند دولت تضمین کرده که برق برشان بده. این حرف هیچ وقت ما نزدیم. و اما در ارتباط به مزاری توهین، برادر گرامی، ما سیاست برنامه و سیاست کل شبکه واضح است. هر کسی که به مقدسات اهل سنت، به صحابه، به امهات المؤمنین توهین کنه، او از دیدگاه ما مقدس نیست. آقای محترم یک لحظه گوش خب نه برادر گرامی، چون ما وقت 10 دقیقه بیشتر از وقت ندارم و وقت به بیننده‌های بعدی میتونم، لذا از شما معذرت میخوام و تشکر میکنم از اینکه تماس گرفتین و از اینکه ما را متهم به دروغگویی کردین. لکن خود بیننده ها شاهد هستن و بیننده ها هستن که حکم میکنن و قضاوت میکنن. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام.
بفرمایین. بیننده گرامی خود معرفی بکنین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. لطف پروردگار بفرمایید خود معرفی بکنین. خب درویش هستم از تاجیکستان. میخواستم که به برنامه شما هم بفرمایید آقا پرویز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. بفرمایید حرفتان مطرح کنین. درویش هستم از تاجیکستان. میخوام که به این موضوع برنامه خیلی جالب است و ضرب همه جامعه اسلامی جهان است فکر خودم رو بیان کنم. خیلی که برادران پیشتر بیان کردن 26 سال پیشتر در جنگ شهروندی که در تاجیکستان شد، همین فرمولی که حضور بیان کردیم فرمول وحدت برای علما و جوانای روشنفکر ما استفاده بردن. امروز باشد با گذشت 26 سال جوانای ما کمیزیش هم باشد به معارف اسلامی بحث اسلام شناس شدن. امروز در جامعه ما دیگر فرمول استفاده بردن، حنفیت. اینها را حکومتدارای ما دیگر امنیت ما نمیدونند، بلکه اینها را بعض علمای درباره هستند اینها را میفهمند که همین وهابیایی که گویا که آنها خود اصلاح نمیکنند همین خصوصیت ها دارند همین نشان ها دارند. این روز برادرای سلفی که تهمت خطی از 15 سال زیاد زندان شو کرده استودن، همه اینها را علمای درباره که این روز به نام اسلام در دولت ما فعالیت میبرند، همه این جوان ها را تهمت میکنند. نجای خب آقای درویش گرامی، چون وقت برنامه بیشتر از 5 دقیقه نمانده، اگر میشه خیلی مختصر در نیم دقیقه دیگر صحبتتان تمام کنیم. خلاصه فکر من همین که در اینجا شرک شما میگه تشیع و دیگر در اینجا همون علمایی که به نام که اهل سنت و حنفی هستند در کشور ما خود گویا به همون اصطلاح عام همونها خودشون سبب شکست اسلام در کشور ما شده. به آسیاب دشمن آب میریزن و به نام عالم و به نام علما اینها دارن به نفع دشمن کار میکنن و جوانهای متقی، جوانهای پرهیزگار، جوانهای دعوتگری را که میخوان خرافات و شرکیات و بدعت ها را از جوامع بشری بر بچینن و دور کنن، علیه از اونها موقف میگیرن و اونها را به این نام و به آن نام نسبت میتن و بیشتر لقب وهابیت یا برچسب وهابیت برایشون میتن. به همون دستورات بالا تمام جوانهایی که در خارج در مرکزهای تعلیمی اهل سنت در خارجی هم خوندن، بله، همه اونها را تشکر میکنم. آقای درویش پیامتان رسید. وقت دیگه نیست. وقت در موضوع بعدی در موضوع تصوف و عرفان و صوفیه که می هم باشد برای ما بیان میکنیم ان شاء الله. سلامت باشین. خب اکتفا میکنیم چون 5 دقیقه یا 4 دقیقه بیشتر از نهایت برنامه نمانده و صحبت های دوست ما تاجیکستان استاد علت البته دلیلش واضح هست. امروز حکومت ایران داره به قوت و به حدت و به شدت در تاجیکستان کار میکنه و خوف از این میره که ملت تاجیکستان چون طی 70 سال که در زیر اشغال روس ها بودن از دین دور بودن، اینها را میخواه به تشیع، چنانچه ملت ایران و ما میدونیم که همه ملت ایران سنی بودن. تاریخ صفویت شاهد هستیم که صفوی ها آمدن و به زور و به اجبار ملت به طرف تشیع. اما جناب استاد آنچه که ما از ملت تاجیکستان شناختی که داریم، حقیقتا مادامی که 70 سال روسیه نتونه عقیده اونها تغییر بده و اونها به طرف الحاد و کمونیستی بکشانه، به هیچ عنوان این حکومت هم نمیتونه اونها بدون شکی. حقیقت حتی در ایران با وجودی که صفوی ها چقدر ظلم کردن، چقدر اهل سنت کشتن، علمای اهل سنت نابود کردن، و الحمدلله ما میبینیم چقدر اهل سنت پاک و پاکیزه الحمدلله حتی در ایران هستند.
خواه استاد، فقط در طی 3 دقیقه آقای مجیب الرحمن فکر کنم از افغانستان گفتن که در کابل یک موضوع مطرح شده و در افغانستان گویا به خورد مردم ایره میتن که امام محمد ابن عبدالوهاب یگانه کسی بوده که نقش عمده را در سقوط خلافت اسلامی داشته. میخواستن در نه جناب استاد، این خب یک دروغ محض. یعنی اگر انسان درست در تاریخ اسلام یا در تاریخ خلافت عثمانی ها معلوماتی داشته باشه، درسته بعضی از احزابی که داخل افغانستان هم بنده هم حتی با اونها نشستم صحبت های داشتم، این حرف میزنن ولی حرف بی منطقیه، حرفیه که حقیقتا دور از حقیقت، حرفیه که دور از تاریخه. و حتی میتونین بگین که مثلا مادامی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب در اینجا اعلان حکومت کرد، اصلا خلافت عباسی کلا با خلافت عثمانی ببخشید خلافت عثمانی اصلا مناطق نجد و مناطقی که حالا به ریاض و اینها اویینی و اینها تسلیم اصلا کشیده بود نیروهای خود را به امر و دستور انگلیس، به امر و دستور انگلیس نیروهای خود را کلا خلافت عثمانی کشیده بود از اونجا، اصلا وجودی نداشتن اونها. بعد از این که متوجه شدن که قوتی به وجود آمد و بعد افراد فرستادند و پاشا و اینها آمدند و یعنی این قسمت ها زیر تسلط خلافت عثمانی نبود، اصلا کلا کنار کشیده بودن خودشان را. یک معاهده ای که در لندن اتفاق افتاد میان خلافت عثمانی و میان بریتانیا قرار بر این شد که این مناطق شرقی، یعنی مناطق شرقی جزیره العرب اصلا رها بکنه، خلافت عثمانی اینها کلا رها بکنه به حال خودشان و اینها کلا به حال خودشان رها بودن، حکومت‌های قریه‌ای و دهکده‌ای داشتند. به هر حال این مسائل تاریخی جناب استاد، کسی که به تاریخ مراجعه بکنه این مسائل رو میفهمه و ادعای این موضوع با این گستردگی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب یکی از بنیانهای بزرگ یعنی فروپاشی خلافت عثمانی را کرده، یه حقیقت یک ادعای بیش نیست. خب جناب استاد، در ارتباط چون صحبت‌های دیگه دوستا عمومی بود، اگر تعلیق دارین در 1 دقیقه دیگر در خدمت هستیم. فقط برادر کتابی را گفتن خوارج، سلفی و وهابی اینها کتاب مطرح کردند. این کتاب بنده دیدم در افغانستان، ولی کتاب حقیقتا بسیار از بار علمی برخوردار نیست، بیشتر به خرافات و بیشتر به چرندیات متاسفانه مشهوره. این کتاب مشهوره، کتاب دیگری هم هست که نام مؤلفش حتی واضح نیست و این را جالبیه که در داخل افغانستان روافض پخش میکنن، البیانات الصادقه فی احوال فرقه الوهابیه. بعد کتاب فارسیه ولی نامش عربیه، نسبت میدن که عبیدالله قنداری نوشته و به هر حال یا این کتابی که این کتاب متاسفانه این هم مشکلاتی داره، تهمت هایی به شیخ آلبانی رحمه الله زده، تهمت هایی به شیخ محمد ابن عبدالوهاب زده و دروغ های و چرندیاتی در این نوشته. نمیگین که اصلا چیزی حق در این وجود نداره، شاید حقایق وجود داشته باشه ولی کلا یعنی به صورت غالب اگر بگین متاسفانه مشکلات در این وجود داره. تشکر استاد گرامی، استاد عبدالرحمن فاتح. البته بحث ما در ارتباط به این موضوع طی جلسه آینده هم ادامه خواهد داشت. فقط من میخواستم که چون وعده کرده بودم برای بیننده عزیز در پایان این برنامه نام کتاب ها رو دوباره تذکر بتم. مبارزه با عقاید اهل سنت در پوشش مبارزه با وهابیت، مبارزه با عقاید اهل سنت در پوشش مبارزه با وهابیت یک کتاب، و دیگه تصحیح یک اشتباه تاریخی درباره وهابیت کتاب دومی، و کتاب سومی محمد ابن عبدالوهاب مصلح اعتقادی یا رهبر وهابی، و کتاب چهارمی شناخت وهابیت بر اساس تحقیق نه بر مبنای تقلید. شما میتونین ایمیل برنامه، ایمیل کتابخانه زیرنویس شده ایمیل بزنین و این کتاب ها یا خواه کتاب های در ارتباط با وهابیت باشه یا هر کتاب دیگری که نیاز داشتین و در دسترس ما بود و اختیار شما انشالله قرار خواهیم داد. خب در پایان این برنامه از تک تک بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودن و با ما همراه بودن اظهار سپاس و امتنان دارم. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم. خدا یار نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
Mm-hmm.